سلام بیننده های عزیز، شما را خوش آمدید میگم به مصاحبه اختصاصی این هفته ما با من فایزه قریشی از تلویزیون واق به خدمت شما هستم. امروز آمدیم به مکتب خصوصی بهنوشت که در این مکتب که در ولایت کابل قرار دارد در سرک دالمان. ما در کنار خود یکی از مسئولین از این مکتب داریم، میخوایم از اینا بپرسیم در مورد سال تاسیس از این مکتب که در کدام سال این مکتب تاسیس شده، دیگه چقدر شاگرد اینا تدریس میکنن، در مورد معلمینش، در مورد سیستم‌های درسی، همه چیز. سلام استاد، خوش آمدید. علیکم سلام، تشکر، سلامت باشین. شما همچنان به مکتب ما خوش آمدید. خب ما در مورد سال تاسیس از این مکتب خصوصی بهنوشت بر ما معلومات بدین. بسیار خوب، مکتب ما امسال سال پنجمش است که فعالیت داره. در سال 1398 تاسیس شده است. دقیقاً. البته در دوره جمهوریت ای تاسیس شده بود. بله. از این بگوین در مورد که چه تعداد شاگرد را شما اینجا بالای از شما تدریس میکنین، در مورد کریکولم‌های درسی بگوین. بسیار خوب، مکتب ما یک فضای خرد و صمیمانه داره که تعداد شاگردای ما خیلی زیاد نیست، چون در مکتب ما میخوایم که بیشتر به کیفیت درس تاکید داشته باشیم. تعداد شاگردایی که در صنف هست از 20 نفر بالا نمیره و بیشتر توجه استادای ما و اداره مکتب ما به این است که ما طفلا را با کیفیت بالاتر برسانیم و تدریس بکنیم. و در مورد تایم های درسی تان که کدام تایم است، از ساعت چند تا چند شروع میشه و چند تایم دارین، یک تایم یا دو تایم؟ بسیار خوب، مکتب ما یک خصوصیت خاص خودش که داره که ما مکتب ما فول تایم است. شاگردای ما ساعت 8 بجه میاین تا 2:30 اینجا درس دارن. ما 7 ساعت درسی داریم. بعد از هر ختم درس یک ساعت که درس ما ختم میشه 10 دقیقه به شاگردکا تفریح میدیم، چون شاگرد تا وقتی که خستگی یک درس خود رفع نکنه به درس دیگه رفتن در قسمت یادگیری درس باز اثر مثبت نداره. به همین شکل ما روزانه 20 دقیقه شاگردکای ما ساعت کتابخوانی هم داریم، چون مکتب ما ابتداییه هست. ما میخوایم از ابتدا شاگردکای ما با ارزش هایی که مثلا فرهنگ کتابخوانی هست آشنا شون و در پالوی از او 50 دقیقه هم تفریح نان و نماز داریم به شاگردکای ما. شاگردای ما غذای چاشت هم در اینجا صرف میکنن، با ساعت 2:30 که درسشون ختم میشه خانه میره. به خاطر از اینکه شما گفتین اینا نان چاشت اینجا صرف میکنن، به حساب فیس جداگانه اینا پرداخت میکنن؟ نه خیر نیم، ما تمام موارد ما را تحت عنوان 1% پیش شاگردای ما میگیریم و غذای چاشت و یونیفرم و کتاب همه چیز که میتیم شامل 1% میباشن. آیا تمام شاگردای اینجا این قسم غذای چاشتشون میخورن یا اینکه او به دلخواه خودشان است؟ کسی میتونه بره بخانهش، کسی میتونه باشه؟ نه خیر نی، تمام شاگردای ما در اینجا غذای چاشت صرف میکنن و معلومات فامیلا هم به این شکل به فامیلا معلومات داده شده و ترانسپورتشون هم نظر به می تنظیم شده، چون طفلکای خرد هستن وقت نه وقت از مکتب برآمدنشون مناسب نمی باشه. به او خاطر ما غذای چاشتی که برشون آماده کردیم ما با تمام نرم‌های صحی در نظر گرفته برشون غذای چاشت آماده کردیم. به او خاطر نیاز نیست که از مکتب بیرون براین، همینجا غذای خود را صرف میکنن. دقیقاً. در مورد ارزش و جایگاه علم چی گفتنی داره؟ بسیار خوب، در مورد اهمیت علم، تعلیم و تربیه به همگی آگاه هستند که وقتی آدم در مورد علم صحبت میکنه طبعا مثل یک چراغ و روشنایی هست که راه را به همگی نشان میده. یعنی وقتی که علم شخص نداشته باشه، فرض کنیم که در یک جای قرار داره که تاریک است و اطراف خود دیده نمیتونه. و ما الحمدلله در اینجا تمام استادای ما با اینمی هدف و اهمیت درک از اهمیت و ارزش علم داشته کوشش میکنیم شاگردکای ما را برسانیم. و نقطه مهمی که ما در مکتب خود سر از او بسیار توجه داریم همی است که اساس و تهداب علم دمو سنین خورده که اصول صنفی خصوصا صنف آمادگی هست به شاگردا اهمیتش فهمانده میشه. متاسفانه اگر ببینیم چیزی که ما در افغانستان مشکل عمومی داریم همی است که توجه خاص به تعلیم تربیه نمیشه و خصوصا به اصول صنفی نمیشه. بعضا این یک مفکوره در بین افغانا متاسفانه رایج است که مو بی تجربه ترین و کم فهم ترین استاد میگن به اصول صنفی بدیم، اما یک بزرگترین اشتباهی هست که ما تا به حال در قسمت تعلیم تربیه و معرف افغانستان داشتیم. وقتی ما در مورد طفلا صحبت میکنیم، در مورد صنف آمادگی صحبت میکنیم، درست است که شاید ما یک حرف به اونا یاد بدیم، اما در پلوی از او اگر استاد مهارت از این نداشته باشه که ما او رو به چه شیوه به طفل درس بدیم
که طفل از درس خواندن، از آمدن به مکتب متنفر نشه. این از خود طریقه و شیوه خاص خود داره که مثلا که هر کس بوده نمیتونه و امی مشکل ما داریم که نمیتونیم یک اساس خوب به تعلیم تربیه ما در افغانستان بگذاریم. ما با فضای کوچکی که در اینجا داریم کوشش میکنیم این خلال را رفع بکنیم و خوب ترین و با تجربه ترین استادای ما را که خود ما ترین میتیم در داخل مکتب به بخش اصول صنفی و صنفای آمادگی ما در نظر میگیریم. دقیقاً باید اساس تهداب میگم تو قایم مانده شد. پس در این مورد بگوین وقتی که شما میگین یعنی باید اساس یا اصول صنفی نامانده شود، از خیلی باید درست اینا تدریس برازی شود. در این مورد وقتی که خانواده ها اطفال کوچک شدن خصوصا به دوره کودکستان یا نرسری که میگیم میارن، شما کدام شیوه را برای اینا پیش میبرین؟ چون اونا اطفالی هستن که اصلا تا در صنف اول هم نرفتن، سن 7 ساله را پوره نکردن. کدام شیوه را شما برای اینا پیش میبرین که اینا دلسرد نشن، خیلی علاقمند باشن و اونا بدل جان قسم که اطفال خودم میارن برای شما؟ چه شیوه ها را شما پیش میبرین؟ دقیقاً قسمی که ما شما میفهمیم طفلا وقتی که در صنف آمادگی و صنف اول میان اولین بار از که اینا از خانواده خود جدا میشن و به یک فضای دیگه داخل میشن و به اون طفلی که هنوز هیچ محیط ماحول خود آشنایی امرش نداره خیلی سخت تمام میشه که از پهلوی مهربان مادر خود به یک جای دیگه بره. ما در ماه اول درس ما کوشش میکنیم که سر شاگردکای ما هیچ نوع فشار نباشه. حتی بعضی فامیلا که طفلکایشان زود عادت نمیگیرن، یک هفته دو هفته فامیلا هم امروی ما می باشن تا ختم درس امروی شاگردکای ما می باشن و ما در جریان یک ماه که درس نمیدیم کوشش میکنیم کلا امروی شاگردکای ما فعالیت داشته باشیم، گیم بازی بکنیم، ترانه یاد بگیرن و در صنف آمادگی ما بر علاوه از غذای چاشت میدیم در بجایی هم برشان یک ناشتا در نظر میگیریم و در پالی از اون ما درسایی که داریم با سیستم تشویقی پیش میبریم. مثلا وقت ناوقت به شاگردکای ما تحفه میدیم، کارت سبز میدیم، ستاره و چیزا میدیم که شاگردای ما ابتدا مکتب دوست داشته باشن و استادای ما کوشش میکنن که امرای طفلان به شیوه یک مادر پیش برن، نه به شیوه یک استاد که طفلکا امو کمبود خانواده و کمبود مادر خود در داخل مکتب حس نکنن. با گذشت زمان طفلکا قسم در مکتب عادت میگیرن که حتی بعضا فامیلای ما قسم میکنن که روز جمعه هم خسته میشن، میگن ما نمیشه ما رو مکتب ببرین. الحمدلله ما تونستیم امتی یک فضا رو در مکتب ایجاد بکنیم و وقتی که طفل آماده میشه که دیگه مکتب بیه باز او وقت درس شروع میکنه. مثلا ما قرار است بخیر از ماه شروع ماه سور درسای ما را که صنف آمادگی شروع کنیم تا این وقت صرف آماده ساختن از اونها به مکتب بود. در ضمن از اینکه اینا را در کتابای مکتب درس میتین، خب کتابای تقویتی هم از در کنار از این و کدام کورس ها را در نظر گرفتین مثلا بدون زبان انگلیسی؟ بگم کدام زبان ها را برای اینا تدریس میکنه؟ بسیار خوب. در پولی ازی که ما یک توجه خاص به یاد گرفتن زبان انگلیسی به شاگردکای ما داریم، ما مضمون کامپیوتر هم به انگلیسی بهشان تدریس میکنیم. یک مضمون دیگه به نام ریاضی به انگلیسی داریم چون شاگردکای ما در المپیادهای بین‌المللی اشتراک میکنن، نیاز دارن که اصطلاحات ریاضی رو به انگلیسی بفهمن. به اون خاطر ما بهشان مضمون ریاضی به انگلیسی یا مت انگلیش تدریس میکنیم و همچنان مضمون ترکی رو تدریس میکنیم برشان که طفل در سنین خردی که هست قابلیت یاد گرفتن چندین زبان داره و ما هم از این فرصت استفاده کرده میخوایم یک زبان ترکی از کدام صنف شما آغاز میکنین؟ از صنف اول، دو، سه کدام؟ از صنف آمادگی. از شاگردکایی که ما که 3.5 ساله هستن از اون وقت شروع میکنن. طبعا شیوه تدریسش از نسبت به صنف‌های بالای ما فرق میکنه اما از اون وقت شروع میکنن با اصطلاحات آشنا میشن. اینا که اما روزا میان درسای نظری کار میکنن، درس داده میشن، در مورد درسای عملیشان خصوصا مضامین کیمیا، بیولوژی اینا را اتاق لابراتوار خیلی مهم است. در این موارد روی درسای عملیشون بسیار خوب. ما کوشش میکنیم نه تنها مضامین ساینسی را که تمام مضامین ما را به شکل عملی و کاربرد روزانیش به شاگردان فاهمانده برشان درس بدیم. به همین دلیل است که ما به خاطر شاگردکای ما در تقویم سالانه مکتب ما هفته های مضامین در نظر گرفتیم. مثلا فرض کنین شما هر مضمون ما یک هفته جداگانه داره. انگلیسی یک هفته داره، علوم دینی یک هفته داره. شاگردکای ما بفهمن که ما چرا مضامین در مکتب میخوانیم، اهمیتش چی است در زندگی روزمره. از هم صنفا امتحان گرفته میشه. هر هفته مضمون ما یک هفته داره که فعالیت‌های خاص خود می داشته باشه و شاگردکا نظر به او هفته ها پروژه آماده میکنن و در جریان آماده کردن از این پروژه ها درک میکنن که همین مضمون در زندگی روزمره به ما چی به درد میخوره. طبعا در جایگاه ساینس لب و کامپیوتر لب خاص است که ما هم او را داریم که شاگردا به شکل عملی کار میکنن، اما در قسمت هفته‌های مضامین ما میخوایم که خلاقیت خود شاگرد ما را
پیدا بکنیم که یک شاگرد ما شما میفهمین هر طفل با یک استعداد خاص خلق میشه و به دنیا میه و ما استادا هستیم باید برشان راهنمایی بکنیم چطور خلاقیت‌ها را به کار بندازن. به همین دلیل است که با همکاری فامیلای محترم ما همه ساله یک ساینس فیر می داشته باشیم، نمایشگاه علمی که شاگردای ما پروژه میسازن، در جریان سال ده هفته مضامین کار میکنن و در ساینس فیر نمایش میگذارن این پروژه خود که با مدال های متفاوت طلا، نقره، برنز با شاگردای ما تقدیم میشن. اینا که مدال ها رو هم گرفتن و بعد دست آوردن، پس در مورد رقابت‌هایتان بگوین آیا شاگردای شما با دیگر مکاتب خصوصی یا دولتی باشه کدام رقابت تا حالا برای انداختن؟ مضامین مثلا ریاضی مکتب با یک مکتب دیگه یا انگلیسی؟ ما برای فعلا رقابت‌های شاگردای ما در رقابت‌های بین‌المللی اشتراک میکنن که مسابقات بین‌المللی به شکل آنلاین میباشه و اونو مراحل خود دارن. مثلا بعضا مراحل ابتدایی رو به شکل آنلاین سپری میکنن، امکان داره که در مراحل بعدی که را پیدا بکنن حضوری هم در کشور اشتراک بکنن و تا به حال را ما امرای دیگه مکاتب مسابقه نداشتیم، اما در برنامه ما هست که برنامه‌های در نظر داشته باشیم که امرای دیگه شاگردان رقابت داشته باشن و یک فضای صمیمیت بین مکاتب هم ایجاد شود، شاگردان از سیستم مکتب ما با خبر شدن، ما سیستم مکاتب دیگه با خبر شدیم، این هم در پلان ما هستی. فرق بین مکاتب دولتی و خصوصی در چی است؟ فرق عمده‌ای که در مکاتب دولتی خصوصی است تایمشان است که در مکاتب دولتی ما در جریان یک روز امکان داره 3 تایم داشته باشیم که عمود تایمی که در نظر گرفته شده به خاطر رساندن یک شاگرد کفایت نمیکنه و در مکاتب خصوصی بالخصوص در مکتب خود ما کل روز ما رو به شاگردان اختصاص میدیم که بتونن بدون از اینکه خسته شوند درس فرا بگیرن و به این شکل طبعا تعداد شاگردان، سیستم درسی، استفاده از امکانات معاصر به خاطر درس که ما در مکتب خود داریم تفاوت خاص را ایجاد میکنه بین مکاتب دولتی و خصوصی. تشکر از اینکه وقت گذاشتین. تشکر، سلامت باشید. تشکر. خب بیننده های عزیز، این بود مصاحبه اختصاصی این هفته ما تقدیم شما کردیم. تا مصاحبه دیگه که باز هم فایزه قریشی در خدمت شما قرار بگیرم، شما را به الله یکتا میسپارم.